به همین خاطر است که پروژه لینکشی 110 کیلوولت از ساحه جرقدوق الا ساحه بیات پاور یا پل خراسان که تقریبا 35 کیلومتر طول دارد و ظرفیتشان از 80 تا 90 مگاوات برق را انتقال کرده میتواند که برق بسیار زیاد است و مشکلات ملت محترم ولایت جوزجان، مردم محترم ولایت سرپول، مردم محترم ولایت فاریاب با اساس این پروژه حل خواهد شد انشالله. و هزینه این پروژه بیشتر از 60 میلیون افغانی بوده که از بودجه برشنا شرکت افغانستان به ریاست محترم برشنای ولایت جوزجان داده شده و اینها کارا را پیش می بردند. و همچنان پروژه بزرگی دیگه که لین 20 کیلوولتی پل خراسان الا ساحه کمربند شهر شبرغان یا ساحه جلال آباد است. این هم به امتداد 35 کیلومتر به شاخه های مختلف تقسیم شده که بیشتر از 65 میلیون افغانی به این پروژه مصرف شده. این پول هم از بودجه برشنا شرکت افغانستان بوده. شما میدانید که قبلا شبکه این شهر جوزجان یا شبرغان خیلی ضعیف بوده، خیلی کهنه بوده و خیلی قبلا جور شده بود که ما ولتاژ خیلی پایین داشتیم و مردم محترم این شهر شکایت داشتن از ذوب برق. با اساس تکمیلی پروژه 20 کیلوولت با مشترکین تا تقریبا 20,000 مشترکین ما از این مشکل خلاص میشه.